این هفته خبر تو خبر داره براتون از برجامی که یواش یواش داره به سرانجام میرسه و نظامی که برای جلوگیری از ریزش بسیجی‌ها مجبور از این کمدی استندآپ ها درست کنه. وزیر امور خارجه آمریکا هم عوض شده، به چپم، یعنی به سمت چپ بدنم، به درک اصلا. جان بولتون هم که قیافش تو کارتونا قبلا دیده بودیم آشناس برامون، اینم شده الان مشاور امنیتی آقای ترامپ. به راستم، یعنی به راست بدنم. ترامپ دیوانه شده میخواد از برجام بره بیرون، به لوزتینم. اصلا دنیا علیه ما شده، به درک. مسئله اینجاست، حالا که دنیا علیه ماست، به نظرتون بریم سر موشکی مذاکره کنیم که موشکیمون هم بدیم بره؟ این که آخوندا ادای خونسردی رو در میارن ترفند لو رفته‌ایه. 2 قدم بعد که قیام مردم ایران اوج گرفت، اون وقت یه چنین سرنوشتی در انتظارشونه. یه عده مثل این قدیری عبیانه دنبال اینن که با این سیلی های مسخره صورت عظما رو سرخ نگه دارن. اما اونایی که فکر میکنن اگر با آمریکا رابطه داشته باشیم مشکلمون حل میشود، من خدمت شما عرض میکنم دولت فدرال آمریکا 21,000 میلیارد دلار بدهی داره، یعنی به اندازه 420 سال درآمد نفت امسال ما اگه محقق بشه دولتش بدهکاره. 420 سال. یکی باید به این طرف بگه به جای این هارت و پورتا حواست به عضوا باشه که اون پشت داره از زور بدبختی خودش رو گره میزنه. این هم یه نمونه از قمپوزای پاستور عباسی که یادش رفته زوار خود سپاهی ها هم در رفته و چارچخشون هواست. آمریکا با مذاکره عذرخواهی نمیکنه. آمریکا مردانی صاحب قلب‌های قوی پر از ایمان میخواد. این وسط دست رو کنی هم رو دوره و دلواپس و دلارام برای همدیگه میزنن. یه نمونهش این پاسدار قاسمیه که پته اقتصاد مقاومتی رو اینطوری میریزه رو آب. دیگه گفته شد جزائر را آباد میکنم، اینا همه را گلستان میکنیم. علاوه بهره برداری از طرح‌های سیل رو به آغاز میکنیم. علا برکت الله. جزئی ها از مینا تا چابهار توی همین چند ماه قبل حداقل حق ماهیگیری نداشتن. حق ماهیگیری دادن به کی آقا؟ چینی ها. ببین میدونه داشتن. چینی ها آمدن با دستگاه های پیشرفته. حالا این که این امتیاز به کی داده شده و اینها دفتر و دسته که اینها کجاست، اینها این امتیاز به کی داده شده بماند، دارن کل کف دریا رو وکیوم میکنن مثل جارو برقی. ماهی با تخمش، این یعنی این که ماهی گیر بندر عباسی تا چند وقت دیگر اصلا از ماهی خبری نیست. حالا 2 کلمه هم از این رفیق ده اکبر کوسه بشنوید که میگه اصلا کی گفته مشکلات ما با برجام حل میشه؟ بخشی از این که برجام عصای موسی هستش و قرار هممون رو نجات بده، من قبول دارم که بخشیش از سوی آقای روحانی بود، اینو قبول دارم، ولی بخش بیشترش از سوی مخالفین برجام بود، از سوی جریان آمریکا ستیز بود، از سوی جریان تندرو بود، از سوی مخالفین برجام بود که اینجوری مطرح کردن که بله برجام همه مشکلات حل خواهد کرد، چون میدونستن که مشکلات ما ارتباطی به برجام نداره. مشکلات ما بخش عظیمی از مشکلات اقتصادیمون اساساً ارتباطی به برجام نداره. مگه 10 سال پیش ما مثلا که برجام نبود یا 5 سال پیش که برجام نبود مگه وضعیت ما چجوری بود؟ ظاهراً جماعت شیخ بری میخوان اینجوری تلافی ضربه هایی که از دنیا خوردن و سر دلواپسا در بیارن. حالا همه این مصیبت ها یه طرف، مصیبت تلگرام هم یه طرف.
ما رو امروز درگیر شبکه‌های اجتماعی کردن، مزخرف‌ترین شبکه اجتماعی هم از نظر من تلگرام. دلیلش بگم چیه؟ نه اینکه ارتباط، نه این ارتباط میگیره و میده، اینا همش خوب. ایرادی که من بر تلگرام دارم اینه چیه؟ خیلی استادانه بلاسم. اولا که مال همین صهیونیست‌ها. رئیس تلگرام سفرهای متناوب و پشت سر هم به اسرائیل داره. بعد نکته‌ای که وجود داره اینه که ما توی تلگرام بسته شدیم. تهش هم بس اینه که تلگرام فیلتر بشود یا نشود. چرا ما رو سرگرم کردن توی محیط بسته، یک زندان تلگرام. یه زندانه، هیچ تأثیری بر بیرون نداره. ما داریم از بدیهاش ضربه میخوریم که بتونیم از خوبیاش چیکار کنیم؟ حداقل استفاده کنیم. از خوبیش هم نمیتونیم استفاده کنیم. خب چیکار کنیم؟ چه تأثیری میتونه بذاره تو دنیا؟ هیچی. آخوندا اولش فکر میکردن میشه ضربات رو مهار کرد، اما بعد از قیام دیما دیدن داره میزنه نظام رو پرس میکنه. به خاطر همین هم هست که تصمیم گرفتن سال 97 رو به سال اینترنت آخوندی تبدیل کنن. سال 97 همونطور که عرض کردم ما بیشترین تمرکزمون رو گذاشتیم در حقیقت در ساماندهی فضای مجازی کشور. خب ملت‌هایی که فقط مصرف کننده باشن، مصرف کننده میمونن و در یک پروسه 10-15 ساله تبدیل میشن به کارگران، بخش بزرگی از اون ملت‌ها تبدیل میشن به کارگران شرکت‌های بزرگ. و به نوعی یک استعمار جدید شکل میگیره، در حقیقت یک نوع نظام بردهداری جدید شکل میگیره که حالا من ازش البته برای شرکت تلگرام تعبیر به راهزن کردم. علتش این هستش که راهزن رو ما نمیشناسیم. به هر حال ما در رابطه با تلگرام در حال بررسی هستیم و بیشتر هم بحث اقتصادیش مد نظر ما هست. البته از قبل بحث‌های جنبه دیگر هم در رابطه با پیام رسانش مطرح بود، ولی هزینه‌اش جمهوری اسلامی پرداخت کرد. و اما نوبتی هم که باشه، نوبت میرسه به سال حمایت از کالاهای ایرانی. اول معاون شیخبری اومد روزه نوروزی عظما رو اینجوری مالی کشید. معاون اول رئیس جمهور تاکید کرد برای حمایت از کالای داخلی نیازمند تولید محصولاتی با کیفیت و قیمت رقابتی هستیم. جهانگیری همچنین افزود نباید اجرای طرح‌های صنعتی که خود قادر به انجام آن هستیم به طرف‌های خارجی سپرده شود. بعد بزبز قندی اومد شاپالاق گذاشت پس گردن جهانگیری که آقا اینقدر وراجی نکنید. از فردا باز راه میافتن همه تولید کالای ایرانی، حمایت از کالای ایرانی خیلی خوبه فلان و اینا. ما این حرفا به درد نمیخوره. از این حرفا دیگه نمیخوره. رهبری گفت یک کلمه حرف توضیح هم داد، ما دیگه حرف نمیخوایم از کسی دیگه. از بقیه عمل میخوایم. بله، حالا این شما و این هم عمل به توصیه عظما در سال 97. سایپا به طرحی نو میاندیشد، سایپا چی نگفل. بفرمایید سایپا خودرو ملی. سایپا بهترین خودرو دنیا. این در حالیه که اون ور آب فرغون برقی هم به بازار اومده. هفته پیش یک کنسرت تو بوشهر برگزار شد که وسطش یه آخوندی مثل خرمگس معرکه اومد تا کنسرت رو متوقف کنه. واکنش مردم رو خودتون ببینید. Yeah.
خب همین جوری میشه که یه سری آخوندا دپرس میشن و از ترسشون میزنن زیر آواز. دست بزنید چی چی شادی کنید تولدت مبارک تولدت مبارک پسر قند ازل دختر قند نهاد و سلام بر شما سلام سلام صد سلام به روی ماه شما بدون چشم بابا بدون چشم ماما. برای اینکه متوجه بشید وزیرای دولت شیخ فرید چقدر سختی میکشن، این قسمت از مصاحبه وزیر نفتش رو گوش کنید. حقوقمو هیچ وقت از وزارت نفت شرکت نفت نگرفتم. من از ریاست جمهوری حقوق میگیرم مثل همه وزرا. یعنی اصلا درآمد شما از وزارت نفت نیست؟ نه، من هیچ یک ریالم از نفت. چجوری میشه آدم این همه دلار زیر دستش باشه بعد هم 10 میلیون میگفتین؟ 9 خورده اجرا حقوق کفاف میده؟ بالاخره باید زندگی کرد دیگه. حالا دیگه وزیر که این باشه و از سختی زندگی بناله، دیگه تکلیف شورای شهرم معلومه دیگه. انتشار فاکتور 14 میلیون تومانی سفره 7 سین در شورای شهر. این فاکتور که امروز منتشر شده نشون میده پهن شدن سفره 7 سین در ساختمان شورای شهر تهران حداقل 14 میلیون تومان خرج روی دست تهرانی ها گذاشته. همه این بخورا از کجا شروع میشه؟ بله، از بیت عظما. در پایان توجه شما رو به هماهنگی دست و موزیک در یک کار هنری جذاب جلب می‌کنیم.